قصد کشتن داشتنت به خانم میلیس دستگیر میکنم. چیگه پس لوینت؟ لوین سرسته نگو. یک لحظه جناب پلیس. الو ما چیمشک در بروتات صدقه التماس زید نبرید. اگر نسبت قانون مخالفت کنید مجبور میشم که شما رو هم دستگیر کنم. یا خدایا کمی ایست، چرا دستش رو میبندید جناب پلیس؟ لوین تو مرا مسخره داری؟ دستانش رو کشوید جناب پلیس. پیش درو. چی خیل پیش درو؟ چیکار میکنید شما؟ الو ای شدیجا چی نگاه داری؟ بیا تیز رویم. ایست جوزدانم رو گیرن. تمام شما جلی پوستک شد ببین خفه شدم. کمی ایستید از برای خدا. زهرا تو پیش من نپر. ای برادر چی تله میکنی؟ نمیبینی پیش شدم های؟ یک سو ایستید. لکه زهرا تو یک طرف ایستا. چی تله داری؟ چی تله؟ یک سو ایستا. دیوانگی نکن. زهرا تو رو نجات میدیم، پروا نکن. نجات میدیم عشقم. لیلی و مجنون بس که زورا باشی با ماشین میرویم. زور من تو را آهسته یگان کم داشته باشی به امنیت طبیعه یک با یک گپ بزنی. تو خاموش باش. زهرا تمام. در حال به امنیت رفتن لازم. احمدم اکنون ما رو هیچ کس جدا کرده نمیتواند. از این بعد من و تو چون دو کبوتری خوشبخت همیشه پیوست میمونیم. دوباره سلنجا نباری. کم نیست سرکار. یا خدایا یگون چیز نشده باشد. با من چی شد میلیس؟ چیزی نشد عشقم، کمی سرت توپ خورد. سرم توپ خورد. عشقم گفتم چیزی نگفت. معلوم که دارو تاثیر کرده، حافظه‌اش در جایش نیست. حاضر همش مثل خواسته می شود. وای جانم، دامولا در راه آمده ایستاده است. بگذار که آید. چی؟ دامولا آمده ایستاده است؟ کدام دامولا؟ عشقم خودت دامولا را جغ زده بودی کو، با یاد نداری؟ من؟ دامولا جغ زده؟ چی گپ است؟ مثل بابا دامولا را دعوت میکنن مگر؟ ادوکتم جنابی عبدالله رو دیدن میخواهم. بیگناه معصوم هستم من. بله همه میخیل میگه. شما رفته دختر رو از آشونه دویم تله میدهید، دختر آمده به زمین زند، بعدا نگه که من ادوکتم رو دیدن میخوام، لطفا خیل نکنید. لوین تو چی هم میگویی؟
من میلیس را تنها تله دادم اما تیرزه شکست و وی افتی. زورو ای گپورا ما دا چی نقل میکنی؟ ای گپورا برا در پیش رفیق سعودی نقل کرد. بخدا روزو خیر همین خبت دیدگیم که باور میکنی برین در نظارتخانه قاعده بشود بوده؟ چی؟ یک لحظه چی خیر نظارت خونه؟ چرا با من مثل دشمن رفتار میکنی؟ خانم زورو بیاید مونید. چخیل دوست چخیل دشمن. من تنها وظیفه‌ام رو اجرا میکنم. لطفاً کاری ما رو دشوار نکنید. شادی چه بگی براش بسیار گپ نزنه که عصبم ویرونه. ای میلیس، هیچ چیز رو نمیفهمم. در نصف شب آدم چرا دامولا دعوت میکرده است؟ بسیار شوخ هستی جانم. دامولا رو شامگاهی چرا به خانه دعوت میکنند؟ من که نمیدونم چرا دامولا دعوت کردیم. یگان قل فیزیوتی بزنه که خطرناکه. من دگونه سیلین هستم گفته انتقام گرفته ایستاده همین خیل نه؟ یا خدایا چه علاقه دارده؟ من یک شخص بزرگی هستم که هیچ وقت کارم رو با حیثیتم آمیخته نمیکنم. در مسئله سیلین گفتم که او دیگر برای لیوین وجود نداره. لیوین دیگر سیلین نمیشناسه، فهمیدی؟ لازم به شناختن نیست. در بلند بیتونی ملایم سر تبو ما خواب بره خواه. خدا از تو راضی باشد. رود لخچه چی نیاد که نمیفهمم. ملیس این را چه کرد نفهمیدم. خانم تولین دخترات رو جیغ زن. زود آمده شکایتش را گیرد. ای تلفنش خاموش است. در کجاست نمیدونم. باز زن. ای زهرا اگر به محبس رود با کلتکیل از خانه دار شده نمیتواند. میلیس هم مرا هم خودت رو سوزانیدی. یا خدایا چرا من هیچ چیز رو در یاد ندارم؟ جیگرم من هم نمیفهمم چه خیل تو به یاد نداری. شوخی کرده ایستاده ای همین خیل نه؟ چه شوخی؟ جای شوخی است مگر؟ عشقم بین گفتی استادی دینم یک جای زندگی کردن نمیتوانیم. گناه هست به نکاح زندگی کردن نمیشود. من گفتم؟ بله تو گفتی. یا خدایا من کی خیل گفته باشم؟ من گناه نیست مگر؟ گناه هست. ها گناه هست البته، اما کی این رو گفته باشم این رو در خاطر ندارم. آمدن. کی آمدن؟ نکشا پیششان کن روان لازم نیستن. شام بخیر. شام بخیر. خوش آمدید. خوش باشید. بفرمایید. چه خیلی هستی جناب؟ رحمت خوش. مرحمت از بالا گذارید. مرحمت گذارید. ایستا گفتم. سلاحت را پارتو. شما احمد شمشیر
این چی گپ است؟ در حقیقت خانه‌دار شده ایستادم؟ یا خدایا. یک لحظه من از هیجان زیاد کامera رو فعال نکردم. این خاطره رو ثبت کنیم. همین طور نه؟ با اجازت شما. تمام. همه شما دست. احمد ابن حسن میلیس بنت فرخ را به زنی قبول میکنی؟ نبیرم را در حال آزاد کنید. به خدا جناب اکرم، در این مسئله من هیچ کار کرده نمیتونم، چون که خانم زورا خانم میلیس را دیده و دانسته از تیرزه تیله داده است. این گپ 100% درسته بابی اکرم. جناب ادوکات، نبیرم را در حال برار. از قفای کارم جناب. شد. نبیرم را دیدم میخواهم. گپ نیست، بیا بریم بینیش. رفتیم. پیش بدرم. کجا شدی زیا؟ کجا شدی؟ زودتر بیا خیر. تشکر زیاد که زحمت کشیده آمدید. خدا خوشبختتان کنه دخترم. آمین. شام بخیر. خیر، شامتون بخیر. شام بخیر. کارابین رسما خانه‌دار شده من؟ اکنون خانه‌دار هستی؟ چی خیلی دامولا را دعوت کردم نمیفهمم. تماما یاد ندارم. جانم، این رو به تو چند بار گویم. وای حتی من تو رو گفته بودم که حالا کمی وقت است، بیا انتظار شویم. فراموش کردی؟ خدایا باید ندارم. بین، آخرین بار به تو نقل میکنم. استاد درس دین هستم گفتی. به نکاح یک جای زندگی کردن نمیتوانیم. دامولا آید نکاح میکنیم گفتی. یعنی باز دیگر چیزهایم گفتی. میلش دیگرش رو نمیگویم. چه خیلی نباشد اکنون زن و شوهر هستیم. چیزهای دیگر چی گفته باشه؟ کنی بیا بنشینیم. ریمونم رو گیرم. پروا نکن یکتایم، تو را از اینجا میبرارم. نوارا تماشا کردیم. میلیس را چخیل تیله دادی. ادوکات گفت که قصدن نکرده است. تو را اینجا بسیار من نمی کنند. نبیره مرا هیچ کس غمگین کرده نمیتواند. به میلیس هم نشان میدهم، او هم خواهد دید. بابا جانی من، جهانی من، اگر تو نمی بودی چی کار میکردم من؟ تو اساس زنده بودنی من هستی. در این دنیا کاری نیست که برایت نکنم. کافی است که تو خوشبخت باشی. بابا جان، جانم، مرا در این دنیا تنها یک چیز خرسند میکند. چی هستم؟ بازی خانه دار شده. بسیار خوب. بسیار لحظه. بسیار خوب. مهم که تو خوشبخت باشه دخترم. یعنی بابا جان بازی خانه دار شویم را اجازت میدهید؟ البته اجازت میدیم. البته چرا اجازت نمیدادم؟ اما او نفری که کلتکی لسنام دارد اگر دیگر جنایت نکند، توبه کرده باشد، پول حلال کار کرده ایستاده باشد، اگر آدم ها را فریب ندهد، دیگر گذشته را نگاه نمی کنم. زهرا، گذشته در گذشته ماند گوییم. البته بابا جان ماند. زیا گذشته را فراموش کرده است، توبه کرده است، آدمی بسیار خوب شده است. بسیار نه. این خیلی باشد ما در کوتاه‌ترین مدت نبیره‌تان را
بابا گوشتون میدی به تو مانند است، چشمانش به تو مانند است. بینیش به شما مانند است. زهرا جان، تو مرا خوشبختترین آدمی روی دنیا خواهی کرد. جانم. بابایم درباره خانه‌دار شدنم با زیاد صحبت کنم. بابایم به سه میگفته است که کلتکیلاس رو شاید ببخشد. برای همین بازی و پنهانی خانه‌دار شده بابایم را راضی کنند نبیره‌اش را به آغوشش دهند. کار تمام است. تو را چنان دوست می‌دارم که بابا جانی من. جانم، من هم تو را بسیار دوست می‌دارم. گوش کن، در حال دوگانم را از اینجا برار. هی به این هم میلیس شکایت نکرده بود. یعنی چه خیل شد که یک این خیل شد؟ من چیکار کردم میتوانم سیلو؟ بیاناتش رو عوض کرده است. این بار خواسته است که از بالا شکایت کنم. خیلی هست راههای سبککشی دلم نمیکشه. بله به خاطر که تو رو قبول نکردم، تو رو ترک کردم، او رو در اینجا محکم کردی. یا خدایا، این خودش چی گفتنی گپ سیلو؟ از خدا بترس، تهمت نکن. من یگان وقت حسیاتم رو با کارم آمیخته نمیکنم، چون که لوینت آدمی قانونی است. عروس بازی یک طرف و قانون دیگر طرف. سیلو مرا گوش کن، مرا کم سیلو بگو. بله من میدونم به خاطر که تو رو ترک کردم این کارو کردی. صد حیفتون. فکر کردی که من با تو بر این انسانی بشکل یک جای زندگی میکنم؟ همین خیلی فکر کردی؟ تو اول خودت رو بین، بعد به من نگاه کن. با نامزدیمون نآمدن مرا از بزرگترین خطای حیاتم نجات دادی. میدونی چی؟ در حیاتم از همه پس هستی. میمون، ابله، آدمی نابکار هستی. بیعقل. من کمی بد میویم مایلش. مادر نرو، من میترسم، من هم با تو میروم. من با تو گفتم منتظر شو کمتر. حاضر میویم دخترم مایلش. احمقی لوینت. جیگرم، دردی سرم، من در بدرم، سیلینی دردی سرم. بخدم من روزی ندارم. رودسیا بیاش خود لوینت. خدمت میکشم، دیگر راه ندارم. برای چی گریه میکنی دختر جان؟ مادرم را این چیزا را. مادرت با کجا رفت؟ نمیدانم، حالا هم نآمده است. نام تو چه است زیبایک؟ سومن. بابا جان. لبه جانم. شما روید اکنون؟ تو رو نبرآورده به هیچ کجا نمیروم. بابا جانی من، یک توی من. چی خیلی کد و کد گفته است جنایتکار نیستم. از اینجا حتما جواب میدهند. خیر یک توی من. روید جانی من، هوشم به شما می شود. روید. تمام. لطفاً از این طرف. تمام. تشکر. نمیارزد.
بیا به درون رویم که اینجا خونه بخوام. مادرم میبیاید گفت که همینجا انتظار شو. فهمیدم دختر جان، در درون انتظار شویم نمیشود. اما مادرم گفت که همینجا انتظار شو. ها انا پلیسای نزد در هستن کو، مادرت که آید به ما خبر میدین. نمیشود، مادرم گفت که همینجا انتظار شو. بسیار خوب، این خیلی که باشد من هم با تو منتظر میشویم. چیکار میکنیم؟ خونه خوردی؟ انا این را بپوش. انا ای خنکی را بمرم ای غمو سلیننه راضیم. تو کی هستی؟ همراه کی کار میکنی؟ شما کی هستید؟ پلیس هستید مگر؟ ما از فسب. البته من میدونستم. تو که جدا شدی ها؟ سردار مرا به پلیس ترکیه تسلیم کنید، این خیلی نمیشود. گپ زن زود، گپ زن. پسرم مرا در وطن خودم سوال و جواب کرده نمیتوانید. من به شما هیچ چیز نمیگویم. کالتاکیلس خیانتکار مرا اینجا تنها گذاشتی. مرا به پلیس تحصیل نکردن، معلوم که نیتشون بد است. نیق مرا میکشن. مشت زن مشت. اگر کمتر پس اوچش نیا ای خنکی را میبرم. اما که پلیس بسیار خنک خورده اید، این رو شما پوشید؟ این خیلی نمیشود، این رو نکش بدر نکن. من پلیسم، پلیسو خنک نمیخورن. من مشق کرده ایستادم، نگاه کن. سمان جان گوش کن، با خدا که بیمار میشوی بیا با درون میدارویم. اما مادرم گفت که همینجا منتظر شو. آیا دومن را نیابد بسیار زیق میشود. فهمو دختر جان، ما در درون میشویم، به این هم از درون مادرت را میبینیم، از آنجا آمدن مادرت را میبینیم. مادرم میآید امی خنه اما که پلیس. من قربان تو شوم، البته که میآید، اما وقتی که مادرت آید و تو را بیمار بیند بسیار زیق میشود. خوشریک مادرت را زیق کردن نمیخوای، همین خیلی نیست؟ نمیخواهم اما که پلیس. این خیلی که باشد میرویم. آفرین به تو. کنی بیا. اپا رفتیم دخترم. گوش کن عبدالله عوض، از آشخانه یک شوربه گرم بیار که دختره خونه خورده است. مادرش اینجا رهایش کرده، گفته است که می آیم. اگر آمد در حال به من خبر دید. من در اتاق کاری هستم. معلش سردارم. گپ نیست عبدالله. اوف زیو کجا شدی تو؟ بیا اکنون خیر. مثل تو بر این زباچه در اینجا چیکار میکند خانم؟ با تو باید حسابات دیم. به این همسر خودم ویران است. این چه خیلی طرزی گپ زدن است؟ ای تو میدانی که مرا اینجا چرا محکم کردن؟ نمیدونم چرا. کمی پیش آدمی که مرا خیانت کرده بود او را کشتم، فهمیدی؟ با خونش به دیوار نوشتم که کسی به من خیانت کرده نمیتواند. بدنش هم خنک نشده است. اکنون فهمیدی گل دختر؟ فهمیدم خانم زیبا. بسیار درست کردید، بسیار کاری خوبی کردید. تبریک میگویم در حقیقت. حتی همچنین یک زن طرفدار شما هستم و برای بالا برداشتن شرف و ناموس زن، غرور زن تشکر زیاد میگویم. در حقیقت دورو کشتی؟ بله. با خودی در تیمور نوشته است.
چای فرمایش دهم؟ زیو جان ستر بیا لطفاً. من پگاه برای گرفتن شهادت نامه عقد نکاح می روم. چه خیلی که نباشد تنها احتیاج به همین شناسنامه دارم. شدی چه که بکشاش؟ خانم زورا دلم بسیار برای شما سخت آزادت میکنم. یک مسلک لیوینتونه دیگه هیچ وقت در سری قرد آدم ها را از تریزه پایار نپرتا. شکر کن که لیوین یزنته. اگه نه چیکار میکردی؟ بیا رفتیم بیا. نوزای نبیره بابای اکرم ببین. بابا جان دختری من برآمد. دختری من برآمد. همش در گذشته ماند. تشکر زیاد. بابا جان با اجازت شما من باید زودتر روم. با کجا؟ کار تجلی دارم در خانه و میخوری منش. حاضر رفته من به تو نشان میدهم زیاد چی خیلی که مرا در امنیت تنها گذاشتی. سمی این کلتکیلاس رو با زهرا در حال باید خانه دور کنیم. بله مادر جان. وگرنه میروز با میلیس نمیموند. چی؟ مادر جان گفتی؟ چه خیلی مادر جان؟ مادر جان گفتی مرو. کی من گفتم؟ کمتر پیش تو گفتی. مادر جان گفتی مرو. تو رو؟ مرو. نمیدونم شاید خدا با زبانم آورد. وای چیز اگر دامودتون میشدم با شب میگفتم مادر جان، اما حالا نیستم. حالا نیستی. گوش کن سمی، سراسی من نشد. زود با پیش میروی. زود خسته میشدی جانکم. شیرینکم میگفتم چی؟ بچه بابا اما میگفتم آخر ننجه. احمد جان کنی خیز جانم. اوی دوست داشته ای تنبلی من. ملیس تو اینجا چی کار میکنی؟ حافظه‌اش برگشت ولی اکنون مهم نیست. همش مثل نقشه می شود. چی کار دارم جانم؟ بله اینجا چی کار داری؟ کلیدی که به تو داده بودم با آن در آمدی، اما من وی قلف رو عوض کرده بودم که. تو بسیار شوخ هستی جانی من. صبحانه اومده است. من باید برایم بگو میبینی میلش. خیر تو بازدید. چی گپ است؟ اینجا چی کار میکنه؟ نفهمیدم. یا اینکه باز حافظم رو از دست دادم. نه همش در جایش. کلته کیلاس، ساقی سیاه، احمد چمشه، دامولا سیاه، البته حافظم در جایش است. او اینجا چیکار میکنه؟ ایستا که لباسایم رو من کی عوض کردم؟ یا بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان
Mr. Seal safe. He's gonna be safe. او را در جای دیگری پنهان کردند. اینها ما را میکشند. در حال باید گریزم. Don't look Russian. They're Turkish mafia. They kidnapped Mr. Seal. این رو شباتی آبدار میگویند. فایده داشته است. فیض بی بوده است. ای چنون میکنم که اینش رو رقصی مار میگویند. خدایا به من چی شده باشد؟ به اینجا چی خیلی آمدن؟ میلیس اینجا چی کار میکنه؟ دورا ببینه؟ خیر اگر طرف خوبش رو نگاه کنیم زهرا میامد که میلیس اینجا میبود به خدا رو زمان بد میشد باور کنه. خدا رو شکر که این خیلی نشد. زهرا پلیس ها برده بودن. بله زهرا با شعبه امنیت بردند. بله من برای گرفتن او یعنی برای یاری دادن با او با داخل در آمدم. باید کلید رو گرفته میبر آمدم. بچه شد به خاطرم نیست. کار را ببین. باید درباره آن دختر میبودم. ماو شدی به شرفی کلتکل از تو رو میکشم آی ابله. به همه کارهایی که کردی به من یک جواب خواهی داد. مرا فروختی. دیگر برای کشتن تو انتظار نمیشم. حاضر میکشم. زهرا جانم تو چی کار کرده ایستاده ای زیا ها؟ من حالا حاضر به امنیت رفتنی بودم. برای زیارتی من منتظر آزاد شدنی من بودی؟ نه راستی تو را چه خیلی آزاد کردن؟ خوب کردن که تو را آزاد کردن. خدا لعنتشان کند. بسیار یاد کردم تو را. و ما دست نرسان. مرا به امنیت بردن و تو از پس من نآمدی. این رو چه خیلی به من روا دیدی ها؟ اوها با شب خواب کند پوشیده ها؟ چه خیلی آرام راحت هستی ها؟ وای یعنی من از راستی به امنیت می آمدم که با بعضی سبب ها دیشب در اینجا خوابم برده است. خوابت برده است؟ آفرین به تو. مرا پسی پنجره کردن. تو رو در اینجا خواب برده است. آفرین. خطا از من رفت. خطای بزرگ از من رفت. آدمی که او را کشتن میخوایی چرا با او همکاری میکنی ها؟ چرا همکاری میکنی اونال؟ نه این کار را به پگاه نمیگذارم. حاضر رفته میکشم. این را خواهی دید. چرا باورم نمیکنی زهرا؟ با تو میگویم از سوش رفتم. از راستی سرم حالا هم درد میکند. این طرفش رو تو هیچ نمیکنن. هیچ چیز رو در یاد ندارم. چی شد؟ چرا هوشت رفت؟ یا اینکه باز حافظت رو از دست دادی؟ من نمیدونم. هیچ چیز رو در یاد ندارم. یا اینکه سرت رو به یگانجا زده ها؟ دیشب پلیسا تو رو از اینجا گرفتن کو. برای اسپاسی تو رفتن خانه در آمدم. لباس و کلید رو گرفتم. وقتی که کلید رو گرفتم چیزی شد که ازش رفتم. افتیدم. حافظت رو از دست داده باز از پس میلیس ندویده خیر نیزیو؟ چه خیلی که پس عزیزم اگر حافظم رو از دست میدادم تو رو به یاد نمی آوردم. اما تو رو در یاد دارم. از راستی برای تو رو در شعبه تنها ماندنم بسیار غمگینم زهرا. مرا ببخش جانم. چی شد؟ یعنی چرا تو رو دستگیر کردن؟ مشکلی چی بوده است؟ نقل میکنی؟ هیچ چیز نی برای نقل کردن. اما میلیس شیطان ما رو جدا کرده نمیتواند. یعنی از بالایت میلیس شکایت کرد؟ البته دیگر که میشد. باید چیکار میکردم بابا؟ مرا کشتن میخواست. باید البته جوابش را دهد. بس از میلیس. شکایتت را باز پس میگیری. سود برگزار نخواهد گشت. آن تصادفی بود. تنها تصادفی. میبرایم. در شرکت کاری زیاد داریم. میلیس شکایتت را میگیری.
شنیدم. همه چیزهای در دست داشته‌ات رو میگیرم زهرا. احمد رو هم میگیرم، شرکت رو هم میگیرم، همه چیزت رو میگیرم. نمیفهمم اینش از کجا برآمد. اگر تو رو با من وقت برن من چیکار میکنم؟ من تو رو آنجا نمیگذارم، یعنی میدزدم تو رو. پروا نکن. من با ادوکات صحبت کردم. سود 2 هفته پس می شود. ادوکات گفت که احتمالی کلان جزا نخواهی گرفت. یا خدا، یا همه کارها خوب شده ایستاده بودم، نه خانه‌دار می شدیم. اینش از کجا برآمد؟ خانه‌دار می شوی؟ چی؟ اما یک چیزی مهمی هست. چی؟ از بابایم باید پنهانی خانه‌دار شویم، چون که بابایم تحمل این رو ندارد. تو باشی نباید جنایتکاریت را ادامه دهی، وگرنه بابایم نمیبخشد. اون کارهایت را پرتافتی عزیزم خیلی؟ کدام کارها؟ اون کارهای بد را، به مثل درها را گشودن، به خانه ها در اومدن، ماشین دزدیدن و غیره. نه جانم، من اون کارهای بد را البته که باز کردم. یعنی بیا منتظر را از برای خدا، از راستی مگر من همیشه با آدمم؟ این را یک سو گذار زیا. تو در اون موزه با اون زن چی کار میکردی؟ ها؟ یا این که به دوزی رفته بودید؟ چخیل دوزدی؟ چخیل موزه؟ من در آنجا چیکار میکنم؟ من چرا با موزه روم؟ من نیستم میگویم در آنجا خطاگیر شده است. خیر گویم که من با موزه رفتم، چرا دستی دیگر دختر را گیرم؟ اگر دستی کسی را گرفتن خواهم دستی تو را میگیرم. همین خیلی زیا، به من راستش رو بگو. در حقیقت اون کارها رو پرتافته همین خیلی، وگرنه اصلا خانه‌دار نمیشویم. فراموش کن. زهرا، چرا تو با من باور نمی کنی؟ من به حال خودم آوارم، موافق ماده 650 کارگری دولت هستم استادم. خانه خردکک دارم، یعنی که معلم هستم. رسوا شد. در عملیاتی که بر ضد امریکایی ها بودیم اونال رو تنها گذاشتم. او برای کشتن من آمده هستم. او کیست؟ در را نمیکشوی؟ تلبنده است، تلبنده. در را نکشوی میکوبد و میرود. کاری نیست. سرمد ریخته است. سرمد ریخته است؟ سرمد ریخته. کدامش؟ کدامش؟ چپش؟ این خیل بینیم. چپ راست چپ. اینش؟ چشم چپ. رنگش ریخته است. چشمت را کاری کن. من به همون روم؟ مایلش. حاضر می آیم. مایلش. در پس پنجره تماما به خودم نگاه نمی کردم. حاضر میکشمت. اون الایست همش رو میفهمونم. بین زهرا در درون است نکن. چی رو میفهمونی ها؟ چی رو میفهمونی؟ در بین آن قدر آدم مرا تنها گذاشته بشرف؟ مقصدت مرا کشتن بود ها؟ اکنون من تو رو میکشم. حاضر رهایم کن. عشقم در آنجا چی گفت است؟ چی سر و صدا است؟ زهرا اینجا است. از زهرا اینجاست. با تو گفتم کن. چیزی نیست. اصلا صدای تلویزیون رو بلند کردم. فیلمی وحشی ها رو تماشا کرده ایستادم. التماس هم را محو نکن. با زهرا خانه‌دار میشوم. از پشت تو شده خانه من ویران شد. با تو اجازه نمیدیم که خانه‌دار شوی. همه اجازه دید من نمیگذارم. زیا، در اینجا یک شانه گذاشته بودم. کجا شد؟ ایستم مایلش. میکشی برام میکشی. اول باید جواب ده. همراهایم کن. جواب ده. حیاتم در آنجاست. در بالای در پشتی آینه است. تو چقدر آدم هستی. آرام نگذاشتی مرا. درد سرم شدی. درد سری زیادتی. خیر خواب کن. فیلمی عالمی وحوش تماشا کرده ایستاده بودم.
جانم تازه شد؟ خوب شد. رفتنم لازم. میلش زیا جان گفته هایم رو فراموش نکن میلش. البته زیا بین اگر جنایت کنی با تو اصلا خونه‌دار نمیشوم. فهمو؟ فهمم. خیر میلش عشقم تو هم با دقت باش احتیاط کن میلش. خیر تو بازدید. اکی میرزا وطن چی شد؟ مادر دخترچه آمد نه آمد؟ متاسفانه هیچ کس به سراغش نامد. یا خدایا مادر چه خیلی فرزندش رو ترک میکنن هیچ عقلم نمیگیرد به خدا. کودک رو خوب نگاه کرده؟ بله سردارم بعد از پیشین از یتیمخانه آمده او رو میبرن تا پیدا شدنی مادرش در خوابگاه کودکان میمونن. دخترچه در کجاست؟ در اتاق از اون صبحانه میخورد. برای کار اکی میرزا وطن رحمت. سومان تو گریه کرده استودایی؟ گریه نکن بین من آمدم اما که پلیست آمد. من مادرم رو میخواهم. اما حضور تو این خیلی گریه کنی زیغ شوی این خیلی نمیشود. باز خوراکت رو نخورده ای. کودکانی که خوراک نمیخورن مادرانشون بسیار زیغ میشون. حاضر کنی بیا کمی از این میگیریم. انا کمی مربا نغز بیا دخترم دهانت را کشا. اما حضور تو اگر این رو نخوریم من هم بسیار زیغ میشوم. چرا تو زیغ میشوی؟ مادری من نیستی کو؟ اما وقتی که تو خوراک نخوری تنها مادرت نه اما که پلیست هم زیغ میشود. البته کنی دهانت را کشا ببینم. کنی کشا کنی. انا باز برای تو کمی پنیر میدیم. ای اونال اونال چی شد؟ به سرش تخت زدم چی بلا؟ اونال بیدار شو میگویم. خیست اونال ای در کجایم من؟ پروا نکن جایت امن است. ابله چی کار کردی؟ کنی زود کشا. ایستا کمی ایستا از برای خدا قرار ایستاران باشونم. ایست مرا هم دیشب میلیس بسرم زده است. اسوش رفتم تا سر خوابم برده است. به خود نیامدم هیچ چیز رو خبر ندارم. میفهم یا نه؟ یا خدایا 97 فایزی تو دروغ است. دستانم را کشا. ایستا از برای خدا کارهای بی‌معنی نکن میلش. حاضر دستت رو میکشایم. من هم در اینجا اسوش رفته بودم. زهرا رو پلیسا به امنیت بردن. حتی از پشتی اون نرفتم. فهمیدم بس کن. اگر به من باور نکنی از زهرا بپرس. گپ را دراز نکن زود کشا. تو از دست امریکایی چه خیل گریختی ها؟ انا این خیل گریختم بیشرف. انا این خیل لعنتی. ایستا خدایا ایستا برای خدا چی کار میکنه؟ مینش را بگو. چی کار میکنه؟ وای کنفرانسش رو برهم داده است. امروز به خارجه میرود. نرفته باید او را دستگیر کنه. خدایا این امریکایی آمده دردی سری ما شدن. زودتر این را کشا. این چی گپ است؟ این تو را چه خیل اینجا بستنده؟ آفرین به تو همش رو خوردی. خوابت گرفته ایستاده است. به فکرم خوابت میبرد. امک‌های پلیس گفتن که اینجا خواب کن اما من خوابم نمیبرد. من مادرم رو انتظارم. من قربان تو شوم جانک من. این خیلی باشد من برای تو در آنجا جای خواب درست میکنم. آرامانه خواب میکنی. اما مادرم بیاید من خواب باشم چی؟ من در حال تو رو بیدار میکنم دختر جان. میل است پروا نکن. تو مادرت آید سو من خیز میگویم. میل است من تو رو بیدار میکنم دخترم. سجفر کن اینجا بیا. گوش کن سجفر برای اینجا یک تا بولیشت یک تا کروپاچه یک تا نتری جای خوب تشکیل کنید که سومن خواب برده است. فهمو اینجا همه را توضیح کنیم بعد بریم. خب بگین. میلیس جون من تو رو میفهمم اما
تو با زهرا اینقدر کار نگیر. بگذار چیزی میشود شدن گیرد. او رو چرا رها کردن این رو من نمیفهمم. کاش او رو حبس میکردن، ولی حالا ایست کارهای من در حق او تمام نشده است. چه خیل؟ باز چی کار میکنی؟ محبس کردنش خواستی کافی نیست مگر؟ این شرکت برابری خوب احتیاج دارد. بین دیدی کدام چه خیلی خواهد به کار می آید. شرکت این خیلی اداره کرده نمی شود. آخر خواب داشتی که شیرینچه؟ چرا حالا هم خوابت نبرد؟ مادرم دایم برای من افسانه میگفت. من را به افسانه خواب نمیبرد امک پلیس. زبانی شیرینی تو را خورم. من حاضر برای تو افسانه نقل میکنم، تو پروا نکن. من افسانه های زیاد میدونم. اوه کنی چشمو نداره پس. گوش کن. بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدگار بود. در یک زمان یک بوزک بود، بوزک جنگیل پا بود. و بوزک جنگیل پا 6 تا بوزیچه داشت. الولک بلولک 6 تا کی سری تنولک تاخ چپرک بیخ چپرک بود. خدایا کاش این خواب نباشد. خواب هست کنعان دیوانه. خواب چه شد؟ هجری را خاندار کرده توانستی؟ نتوانستم. چه خیلی یعنی؟ چه خیلی کرده نتوانستی؟ چه خیلی نتوانستی؟ این خیلی باشد تا آخری عمرت انا همین خیلی معیوب میمانی. چی میزنید بابای ریش سفیده؟ زیباترین دختری ترکیه را رد کرده؟ اگر هجری رد کرده باشد یگان چیز را میداند. زیباترین ترکیه را رد کرد. رد کرد؟ از راستی؟ از پسی آن دختر باش. در آن دختر حکمت است. من فهمیدم این خیر باشد هیچی را حتما با همان دختر خانه دار میکنی. بابای ریش سفید میگویم که یگان دختری دیگری را بمشی. گپ نزن و تو میگویم گپ نزن. چیزی را من میگویم همان را کن. فهمیدی هجری را با دختر خانه دار میکنی. بسیار گپ نزن. نزن بابای ریش سفیده. نزن. خدایا ما را از این خواب نجات ده. ای برادر این چیگه باشد؟ باز همان خوابه؟ چیگه پس آشنا؟ نه باید کاری کرده. هجری را خانه دار کردنم لازم، وگرنه همین خیل در خوابم مشت میخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. باوری داری اونا؟ شاید برای نقششون رو عوض کردن همین خیل گفتم. من مطمئنم آنها را وقتی که با دیگر گفتگو میکنند شنیدم او را به جای دیگر میبرند. تو انگلیسی رو میدونی ها؟ چی فکر کردی؟ البته که میدونم. این گپ ها را مان پروفسور رو میبرداریم یا نمیبرداریم؟ اگه کنون اگر نام رو شنود هر دوی من رو نابود میکنن. شرف جان همه کارها رو ما با خاطری اگه کنعان میکنیم. در حال با هجری عروس یابیم کنعان شفا میابد. ای تایلا ما خمو کایزن میگیریم ها؟ بسیار خوب، ولی اکای کنعان از نزدیکانش دختر گرفتن میخواد. ما هجری رو با دخترهایی که از آزمون انتخاب کردیم چل خانه دار میکنیم. دخترها حتی خبر ندارن. این مهم نیست. از همین دخترها اگر یک تاش را هجری انتخاب کند دیگرش را اکای کنعان حل میکند. تو یک تا درون بدروه. این چهره است که مانندی لال است.
این چه خیل چشم است که مانندی نرگس است، این چه موی است که مانندی سنبل است، این چه خیل قد است که مانندی چنار است. ای پری، ای چهره ای تو به دلم هیجان آورد، وجودت مرا به فتنه کشید، چشمانت مرا به اشوه کشید، مویهایت مرا با خود عاشق کرد. تایلا شرف بر پدر نعلت چیکارت کردستی؟ نمک من رو میگیره. حیوان، ما برای هجیر عروس گفته شدیم. این دختر مثل اسب است، مثل بیدر تو هم قبول نمیکند. اسب باشد باز خوبتر. بگذار با پایهای مثل آهویش در دل من سر کنم. اوف شرف گوش کن، با فکر من یگان جای این دختر برای هجری معقول نمیشود. تشکر دختری خاله، پاچوت کمتر دروازه میتوانی روی. مرحمت. من هم برایم. شین بیعقلی نکن شرف. عروس دویم مرحمت. چی خوش بودن شرف ها؟ خیلی نام شیرینکتون چیه؟ گل. گل؟ بخدختم رنگی گل بازید بی. تشکری زیاد. برجت چیه؟ اقرب. دختری خاله برج ما هم اقرب های. اقرب با اقرب تغری میا بخیلم. با فکرم همه شد تغری فهمیدی؟ اقرب رو نیش زده میکشد. موافق نیستم. برجی که با اقرب خوب موافق است، این برج نشانزن است که برج من باشد نشانزن است. اکه کانون دخترها رو دیدیم، باز دیدن رو ادامه دهیم. کدام دخترها؟ چی میگوید شما؟ لعنتی، من میدونم شما رو چیکار کنم. دختری خاله ما هم همین کینوی بایوی کدوس نمیدارم. فقط کینوی اندیس که درباره عشق و محبت ایکو اونا سلمان خان، شاهرخ خان اونا دو برادرن کو بسیار تماشا میکنم. آنها برادر بودن؟ البته سلمان خان و شاهرخ خان برادر بودن. امیتاق بچم باشد پدرشون بود. در نقشه اصلی همین 4 نفر بودن. 3 تا گفتی 4 تا حساب کردی؟ 4 مشابهی هشت میروا. چگه باز اینجا؟ شرف سخنی آخری نتون را گوید، هر دویتان را میکشم. لعنت بر شما خوشخاله ها، شما چه آبروی مرا رساندید؟ اکا جان یک دقیقه مرا گوش کنید. امشب در خوابمون ریش سفید رو دیدیم. او گفت که اگر هیچ رو خانه‌دار نکنید هیچ وقت سردورتون شفا نمییابد. باور میکنید؟ اکا با خدا راست میگوید، من هم شاهد هستم. حتی او آمده به من یک چند مشت زد. چه ها میگوید؟ این خواب من است. ها؟ مرا گوش کنید حیوان های شاخدار، مبادا که خوابی مرا دزدیده باشید. اکا کانون با خدا بابای ریش سفید با چیمون دیدیم. شما هم در آنجا بوده داخل؟ در کجا بودم؟ در خوابمون بودیم. البته که آنجا بودم، خواب من است. با من گوش کنید، یا اینکه همه همون یک خیلی خوب دیدیم. ها؟ بله اکا شما هم در خواب ما بودیم. این خواب پر حکمت است. هر سیمون یک خواب رو دیدیم آخر. این رو گم شو از اینجا. خوابی که خودم میبینم با آن عمل میکنم. خیزت میرویم. خیزتگیم که اکا؟ با کجا میرویم اکا؟ نزد آخران دختری که هجری قبولش نکرد کو. زیباترین دختری تو کیه؟ بله. اکا هجری اون دختر رو قبول نکرد، با کجا نزد اون دختر میرویم؟ تو این چیزا رو از کجا میفهمی گوسفند؟ معلوم که چیزی رو میداند. پیش درایت میرویم. شرف پیش درو؟ گذر شد؟ رهگردی رو بین مثل حیوان را میگردن.
کودکی که مادرش او را پرتافته است کدام افسانه او را خواب میکند. انسان ها چقدر بی‌وجدان بودند. کدام مادر فرزندش را ترک کرده میرود، یا اینکه با اون زن یگان حادثه رخ داده باشد. اما اگر این خیلی میشد اول ما خبر میشدیم. کی میداند چی مشکلی دارد بیچاره. سردارم از یتیم خانه آمدم، دختر را میبرم. تمام اکه میزدوتان تو میتوانی روی. مرا رد کردن نمیتوانی. چی خیلی نمیتوانم؟ چون که مرا رد کردن جایز نیست. تو چی ها میگویی؟ ایسته تکرارا میگیریم. سنم جان سخنت رو فراموش کردی. چای کش برای من یک چای بیار. استاد سری من کمی چرخ زد، کمی استراحت کنم ممکن؟ بسیار خوب، همه استراحت کند. به این چی شده؟ یک مؤذن مسجد رو رد کرده است، برای همین اعصابش خراب است. مؤذن گفته است که از تو خوشم نمیاد. پسرم برای من هم چای بیار. در رو پوش پسرم، زودتر باش. چند بار باش بگویم این رو از اینجا گیرده؟ از پشت او شدم، مسخره دهان مردم شدم، شرمنده شدنم کافی نبود که باز عصبم خراب شد. دیگر کارم را کردن نمیتوانم. تو هجری هستی که هستی نیستی، تو رو نابود میکنم، تو رو به خود عاشق شیدا میکنم. خواهی دید، همه تو خواهی دید. اکای کانو سلام. چه خیل هستی؟ خوبم اکای کانون. پلیس من را اینها به کجا میبرند؟ مادر من را چه خیر مییابد؟ به من گفته بود که اینجا منتظر شب. دختر جان، وقتی که مادرت من به تو البته خبر میرسونم. حاضر باشد با اپاهایت رو. میل است. سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ ای شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای برگ و بار دلم، خدا حافظ ای سایه ساره همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم،
خدا حافظ نوبهار همیشه. سنم جان، هجری را من خیلی خوب میشناسم. بچه خوب است. در آنجا چی نافهمی شده است؟ هجری تو بر این زیبا سنم ترکیه را رد کردنش غیر امکان است. کی رو رد کرده است؟ من نفهمیدم. من او رو رد کردم. اینها گفته خبرنگاران است. من هم همین رو گفته ایستادم. در بین چی خطاگی شده است؟ هجری هم از کردنش بسیار پشیمان شده است. زیبا سنم ترکیه را در مقابلش دیده چیکار کردنش رو ندانسته است. او خودش رو خیلی گم کرده است. او با تو تکراران واخوردن میخواهد. همین خیل؟ از تو یک خواهش دارم. به هجری یک فرصتی دیگر ده لطفاً. پناز نککر. انا نه به دستم افتادی هجری. انتقامم رو از تو میگیرم. اکای کنون اگر رفیق نزدیکی پدرم نمی بودی قبول نمی کردم. تو رو نمی رنجونم. تمام سنم جان، من در حال باخوری دویم حتم رو تشکیل میکنم. بایزیا یک زنگ زنم. لبه؟ عشقم در کجا هستی؟ در خانه هستی؟ آمده ایستادم. نه به خانه نه، در خانه نیستم. در مکتب هستم. ها تمام، این خیلی باشد. بعدا ما میخوریم. تمام، بعدا ما میخوریم. چی گپ شد؟ کی زنگ زد؟ اینقدر ترسیدی؟ زهرا. وای سالها تو گریختی، من از پس سر کردم. حاضر اگر زهرا آمده از این در آمده یک جای کار کردنم رو شنود دیوانه شده می رود. تمام واهمه نکن. مگر خنده آوری شد؟ چرا که سروسیمه شد؟ عجبا به من دروغ گفت چی؟ یا اینکه در خانه است در مکتب نیست؟ یا خدای من یه خانه اش رفته سنجم. کار بسیار دوام کرد. بیا با یگون خلاصه بیایم بانوجان. بانوجان؟ بانوجان خطه بکشی که بانوجانی. این خیل کارها رو نباید منتظر گذاریم بانوجان. تو باز چی به آدابی داری ها؟ من میگویم که خانم بانو میدونید که عشق یک حسیات عجیبی است. آدمی عاشق همه کار رو میتواند کند، حتی میتواند کنعان دیوانه رو بکشد. نفهمیدم. نفهمیدگید خوبه. میدونی خانم بانوجان من یک دلی دارم که عجیب با آسانی عاشق نمی شود. دلی نیست که با آسانی عاشق شود. اما اگر عاشق شود از خود می رود. یعنی این خیلی گویم زمین در اطراف خودش تاب می خورد کو. ولی اگر من با یگون دختر عاشق شوم، راستی گپ در گیزد خودم تاب نمی خورم، در گیزد انم دختر تاب می خورم. یعنی به همین معنی ده. اگر ساده کرده گوییم بانو جان من تو را شاگرد چی اینجا حیران نشسته ای؟ برای ما دوتا قهوه بیا خیز کنی؟ آهسته گوسفند. خانم جنابی کنعان. کنعان حیوان حیات سوخت خطی کرد. اگر مطرنکشون نام میگردونمی طلبه ها غم نمیدیهند؟ نه خدا را شکر، مشکلی این نیست. تو رو من میکشم، انیق تو رو میکشم. دیگر در بین ما در آمده نمیتوانم. لبای کلاس شوکت با تو احتیاج دارم. با کجا را بیام؟ میلش میام برادر. ای لعنتی کنان، بانو تو رو میجوشد. اگر او را بگیری شوکت تو را میکشد. شاعر شدیم شاعر. اگر به من دروغ گفته باشی زیو، انیق میکشم تو رو. شوکت با تو احتیاج دارم. اگر به من دروغ گفته باشی زیو، انیق میکشم تو رو. اگر به من دروغ گفته باشی زیو، انیق میکشم تو رو. اگر به من دروغ گفته باشی زیو، انیق میکشم تو رو.
خونه نیستم گفتی کو من حاضر به تو نشان بدهم یازنا هم در اینجا چی کار میکند یا اینکه زیا رو میکشد خدا نشان ندهد زیباست خیر نه اما اینها خندیده ایستادند اگر کشتنی برای چرا میخندد زیا همراهی از نم چی کار داشته باشد حاضر میفهمم بله سه مشکل دار شوکت تو داخل در آمده آتش زده کاری کرده بانگی سوختار را فعال میکنی من؟ بله حکر ما با لباس های سوختار خاموش کن ها آمده به درون میدرایم من به درون درایم؟ بله حکر تمام در قصهش نباش برادر شفقت هم اینجاست زیا اونا و شفقت یک جویند این چی خیلی می شود عجبا من خوب دیده ایستادم ای درد کرد چی کار میکنم من خوب نیست اما از پشت زیا حیاتم مثل خوب شده است اونها رو ببینه هر سیش یک جویه چی کار میکرده باشه نه چی کار میکرده باشی عجبا تو زیا سلام علیکم کاغذ برای کاری من است کنی وظیفه برداشت داشته از را اجرا کن شوکت زود باش این چه خیلی تجهیزاتی بونگ خطر هست چی کار میکنه صدا ندارد چی کنی یکان چیز دیگر یا با هم که آتش زیاد شود نمور خاموش نشد ای چندان قیمت نبوده است کنی بیا یکان بلا را به سر ما میبیریم ده کنی بیا من تو یک آتش زنم ای آشنا تو چه خیلی تجهیزاتی بنگاز نمیکنی بیا آخی یک بنگاز که آخی سیگنالیزاسیا کن ای همه جا سوخته تو بکن این رو تانسیون قطعی بانگی خطر تان ای یاردم از کجا است؟ سوختار شده؟ چی گپ است کی؟ یا خدای مهربان شوکت را ببین از راستی بینا را آتش زد است بیاق من او را با این کار کردش میکشم زود باش سوختار خاموش کن آیا خیلی آمده او را دستگیر کنیم زود باش بشتر عجلی اینجا را خالی کنه زود برای در اینجا
کجا شدن؟ چی شده باشد؟ خدایا به زیا چیزی نشود لطفاً. چی کار کنم اونجا روم؟ زیا؟ رفیقان دود است. یک سو ایسته. اکای جمال به خود بیا. اکای جمال به خود بیا میگویم. Mr. Stewart! There are two people on the floor. I need two people here. چه کجا گم شده؟ Zia. Zia. Yeah. Did you see him? Have you seen him, Media? خیر نبود من چی ها میگویم چرا با انگلیسی گپ میزنم. زیا را ندیدیم مگر؟ زیا؟ زیا زیا سوختر خاموش کن. Fireman Fireman? Yes. امکان ندارد. چی خیلی غریب کنه یا اینکه بعضی ها چیزی شد. این دختر رو داره انیق با دزدیدن میستر استیوارت علاقمندی دارد. چیکار میکنید؟